خدا داره امروز به تو میگه هرگز نمیگذارم به تنهایی با موقعیتی رو بشی. من قبل از تو قدم برمیدارم، کنارت نیستم و پشت سرت راه میرم. هر موقعیتی که الان باهاش مواجهی مطمئن باش که من باهاتم. وقتی احساس سردرگمی یا خستگی میکنی یادت باشه که من قدرت و محافظ تو هستم. هر چیزی که برای پشت سر گذاشتن هر مانعی لازم داری رو بهت دادم. به زمان بندی من اعتماد کن و برای تو یه برنامه عالی دارم. برنامه پر از امید و آینده خوب. در لحظات تردید به من تکیه کن. اجازه بده عشق و آرامشم قلبت رو پر کنه و ترس و نگرانی رو ازت دور کنه. تو هیچ وقت تنها نیستی، چون همیشه در کنارت هستم. همراه و هم قدم با تو توی هر امتحان و پیروزی. بنده من شجاع باش و با ایمان پیش برو. هر روزت رو با این آگاهی شروع کن. به شدت دوست دارم و از طرف من حمایت بشی. به من تکیه کن.